فرزان محمدی به محل پناهندگان افغانستانی رفت و این گزارش را با صحبت با همسایه‌ها آماده کرد. در چندین بلنداشانه شهرک مهرآباد ناحیه جبار رسولوف حدود 50 عائله افغانستانی طول تقریبا 6 سال اخیر زندگی داشتند. آنها اکثرا رسما پناهنده و مشغول تحصیل و کار بودند. ولی بعضی از نزدیکان و همسایگانشان میگویند که روز 4 می نمایندگان مقامات رسمی آنها را به میکرواتوبوس ها سوار کرده بردند. دیروز صبح در ما رو زده گفتند که ما رو برده ایستادند. نفهمیدیم که به کجا بردند. این کار دولت است و ما نمیدونیم. ما خفه شدیم. هر کجای باشند سلامت و در پناه الله باشند. حدود 250 مهاجر افغانستانی را از ولایت سوخت به شهر دوشنبه انتقال دادند و آنها با خطر اخراج به افغانستان روبرویند. گفته شد آنها کارت پناهندگی سازمان ملل متحد را داشتند. شکایت از اخراج مهاجران افغانستانی در حال است که آخر هفته گذشته وزارت کارهای داخلی از بازداشت یک جوان افغانستانی با اتهام کشتار خبر داد. نظر پیوندان جوان به این اتهام معلوم نیست، ولی برخی از باشندگان محله که در آن اکثر پناهجویان افغانستانی اقامت داشتند میگویند گناه یک کس را نباید به همه نسبت داد. شکریه اپا همراه عائله و 3 پسر و کلین و نبیره‌هایشان زندگی می‌کردند. انسان‌های خوب و مهمان دوست بودند. به خانه همدیگری روابط داشتیم و در این کت همراه نشسته خوراک می‌خوردیم. از آنها یگان بدی ندیدیم. ما مثل خواهر و برادر گشته بودیم. رفتنشان ما را خیلی غمگین کرد. مسافری آسان نیست. به فرق از دیگر منطقه های تاجیکستان در ناحیه جبار رسولوف گریزه های افغانستانی زندگی آسوده داشتند. آنها تهدید اخراج به کشورشان را احساس نمی کردند و با جای کار و تحصیل تامین بودند. سال گذشته مقامات تاجیک چند دفعه پناهندگان افغانستانی را از منطقه های مرکزی تاجیکستان اخراج کرده بودند. در گذشته کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بارها از مقامات تاجیکستان خواسته بود که پناهجویان افغانستانی را اخراج نکنند، زیرا احتمال دارد در کشورشان با آزار و اذیت روبرو شوند. فعلا در تاجیکستان بیش از 9000 پناهجوی افغانستانی زندگی دارند.